یک شاخه گل، برنامه شماره 385. این برنامه با همکاری قوامی، مهندس همایون خرم، جلیل شهناز و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ موزون در مایه شور از جلیل شهناز، اشعار از سروش اصفهانی، پژمان بختیاری، عبدالوهاب شیرازی. گوینده فیروزه امیرمعز. عید است و بهار است و جهان خرم و زیباست. عید است و بهار است و جهان خرم و زیباست. گلبن همه لعل است و گلستان همه دیباست. هم باغ نگارین شد و هم راه نوآیین. هم باغ نگارین شد و هم راه نوآیین. نوروز به دیبا و به در شاه بیاراست.
سبزه گسترده تازه بر لب جو، بستری نرم و گل فشانده بر او. به نوازشگری نسیم چمن دست مهری کشید بر سر من. باد بهشت می‌وزد از سر خاک کوی تو، باد بهشت می‌وزد از سر خاک کوی تو، دست صبا مگر که زد، دست صبا مگر که زد، شانه به تار موی تو،
نباشد ای پری چون تو به حسن و دلبری مه نکند برابری پیش رخ نکوی تو هر ستم از تو می کشم از دل و جان دل خوشم گرچه نهد در آتشم تا بشه شمع روی تو
برد غمت قرار من، هم ز کف اختیار من، تا چه کند به کار من این غم کینه جوی تو. این غم کینه جوی تو. گر بکشی بخوریم، گر بکشی بخوریم، تیغ به سر ببریم، باز به عجز و زاریم، روی بود به سوی تو. اگر هلاک من نیست ز مرگ باک من، چون گذری به خاک من زنده شوم به بوی تو.
گر بکشید خوریم چیت به سر بباریم باز به عجز و زاریم روی بود به سوی تو نوروز نوآیین‌تر امسال ز پاره است. ای ماه بده باده که عید است و بهار است. دانی چه به کار است؟ گل سرخ ازیراک عید است و بهار است و گل سرخ به بار است. این بود شاخ گل برنامه شماره 385.